اگه اشتباه نکنم جنید بغدادی بود، اون عارف بزرگ، به خواب یکی از شاگرداش میاد، میگه جناب شیخ اونجا چطوره؟ حالت چطوره؟ بعد به شاگردش اگه اشتباه نکنم میگه که هیچ چیزی به دردمون نخورد، نه این که مردم ما رو میبوسیدن، پیشانی ما رو میبوسیدن، خم میشدن دست ما رو میبوسیدن، نه شهرتمون، هیچی به دردمون نخورد مگر همون دو رکعتی که تو در دل تاریکی شب میخوندیم و سجده میکردیم، میگفتیم سبحان ربی الاعلی و بحمده، دور از چشم مردم. اینا هیچ کدوم به درد آدم نمیخوره، این همه عکس گرفتن و خم شدن و دست بوسیدن و پیشونی بوسیدن و تعریف و تمجید و عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی ان، یک نفر به بهشت نمیره. عمر فکر میکنه اون یکی عمره. از خودشون راضی نبودن. و ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت یک پام تو بهشت باشه پای دومم خارج از بهشت، ما امنت مکر الله، بازم در امان نیستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی انا، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال من بشه. دیگه من و تو چی کاره هستیم؟ دلمون خوشه که مردم با ما عکس میگیرن. جناب شیخ یه عکسی. خدا به ما توفیق بده که بتونیم شکر این همه محبت ها و نگاه های خوب و پاسخ بدیم، منحرف نشیم، خودخواه و مغرور نشیم. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم کسی دست عالم ببوسه خم بشه. ما در اسلام لباس شهرت نداریم. از اونجا که وارد شد مشخصه از شکل و شمایل و لباسش که این عالم مشهوریه. پیامبر صلی الله علیه و سلم همون لباسی که برده ها میپوشید. پیامبر وقتی بین صحابه مینشست، بین اهل صفه مینشست، فقرای صحابه، اگر کسی پیامبر رو ندیده بود و از اوصافش تشخیص نداده بود سوال میکرد کدوم یکی محمده صلی الله علیه و سلم. امروز دیگه یک کبکبه و دبدبه و عبایی و ماشویی و از دور ایشون جناب شیخن، همه خم میشن دستشو میبوسن. احترام جای خودش، اما تقدسگرایی نداریم. تقدسگرایی در دین و مذهب سبب استبداد دینی و مذهبی میشود. احترام جای خودش اما مبالغه نه. تقدسگرایی بیش از حد جدا از احترام سبب استبداد دینی و مذهبی می شود. داریم می بینیم تو کل دنیا چطوری شیخ‌ها و ملاها مردم اسیر خودشون کردن. چیزم یاد مردم نمیدن. خانم یکی از همین ملاهای بزرگی که کل ملاهای منطقه عصر جمعه می آمدن پیشش کسب اجازه می کردن، بعد از این که دیگه ملا طلاقش داده بود گفته بود که من وقتی چای می بردم پشت در می گذاشتم برای این ملاها، شنیدم که یک بار گفتن چیزی یاد مردم ندید تا مردم همیشه چه محتاج شما باشن و اسیر شما باشن. چیزی یاد مردم ندید که مردم خودکفا نشن.
بعد یکی از ملاها گفت حتی چیزی یاد زنتون هم ندید که زبانش دراز میشه، دیگه رو حرکات ملا ایراد میگیره. ولی امروز یک بازاری میاد اینجا پیش نماز میشه، سبحان الله، 5 از قرآن حفظه. خدا رحمت بکنه شیخ زیایی رحمت الله علیه، منطقه رو سیراب کرد، هر چی بود یاد مردم داد. 5-6 هزار طلبه که اکثرشون لیسانسه هستن، فوق لیسانس تو منطقه هست، چقدر حفاظ قرآن. چیزی یاد مردم ندید تا مردم همیشه محتاج شما باشن.